تو سیگار میکشی؟ بله. دست راستتو بیار بالا. من امیرحسین قسم میخورم به شرافت مادرم، به حقیقت پدرم که دیگر سیگار نکشم. فقط سیگار اعتیاد نداشته باشم. نه دیگه اینجا دست دادی منو. کسی که میخواد نکشه همین الان میندازه زیر پاش لهش میکنه. ندارم الان. تو جیبت هست. به قرآن تو کیفت هست. خانومت اینجاست. کجاست؟ سیگار کیفشو برداریم بیاریم. سیگار میکشی؟ بعضی موقع. بگو آره یا نه؟ بعضی موقع. میخوام بزنم تو کله. نه بعضی موقع. چه الان قیمتش چنده؟ بچه‌ها گوش کنید. چرا در همین اینجا رو گوش کنید. 100 تومن. هفته چند تا پاکت؟ 2-3 نخ در هفته. یعنی 100,000 تومن. بله. خب چیزی نیست، قبول داری میشه کشید. بطریاب چنده؟ 5 تومن. یعنی میشه چند تا بطریاب؟ 20 تا. 20 تا. من بهت میگم توی روستایی، توی جایی، توی سمنان الان آب ندارن بخورن. حاضری 20 تا بطریاب بخری ماهانه بفرستی به روستا؟ خب شاید سیگارم ندارم بکشم. یک کلاب. بله خیر. بله دیگه قول میدم به هیچ وجه به شرافت پدرم. من امیرحسین قسم میخورم به شرافت مادرم، به حقیقت پدرم دیگه سیگار نکشم. دیگه سیگار نمیکشم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نهمین لباس زیباست نشان آدمیت. کی میگه اینو؟ میگن اینه دیگه. میگه نه همین نیست، نهمینه. کی گفتم چیزی؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. الان برعکس شده. اون نه رو نو باید بخونی. نهمین لباس زیباست، دهمین لباس زیباست، صدمین لباس زیباست نشان آدمیت. من یه اعترافی بکنم. من حدود مثلا 30% حرفای شما رو متوجه میشم. به خدا. یعنی من نامفهوم حرف میزنم؟ نه، شما فلسفی صحبت میکنید، از سطح سواد من بالاتر. مثلا این شعری که میگید من متوجه نشدم. فلسفه میگن. فلسفه یعنی بدانی اول وجود یک چیز چیست. الان همین رو نفهمیدم.